کیک وانیلی با کرم موز، یه ترکیب خیلی خوشمزه که من بهش میگم کیک بستنی. بریم درستش کنیم. کره نرم رو با شکر هم بزنید. بعد 2 دقیقه تخم مرغ‌ها رو دونه دونه اضافه کنید و هر کدوم رو 30 ثانیه با هم زن بزنید. شیر رو هم اضافه کنید، در حد 1 دست شدن بزنید. بعد در آخر ترکیب آرد، بیکینگ پودر، وانیل و نمک رو توی 3 مرحله اضافه کنید و بذارید توی فرم. بعد آماده شدن رینگ بزنید و صافش کنید. برای کرم ژلاتین رو آماده کنید. آب و ژلاتین رو مخلوط کنید و بذارید کنار تا اسفنجی بشه. اسفنجی که شد توی آب داغ بذارید تا حل بشه و بذارید کنار تا خنک بشه. خامه صبحانه، شیر عسلی و موز پوره شده رو همراه با ژلاتین خنک شده مخلوط کنید. خب حالا رینگتون رو بگیرید، یه لایه کیک بذارید کفش. برای خوشگلی بیشترم یه لایه موز هم دور رینگتون میتونید بچینید. کرم رو هم بریزید، لایه دوم کیک رو بذارید و در نهایت 12 ساعت باید بره توی یخچال دسرتون. بعد 12 ساعت روی کیکتون خامه صبحانه و پودر بیسکویت بزنید. با سشوار یا تورچ رینگ رو گرم کنید و برش دارید. نوش جونتون.